آموزش نحوه طراحی پیت معدن با نرم افزار میکروماین. نرم افزار و میکروماین رو باز میکنم. برای طراحی پیت معدن باید این ویجکس یا دو بعدی را، منوی دو بعدی را باز میکنم و در اینجا باید مدل بلوچ رو به اینجا لود کنم. اینپوت دیتا بلوچ مدل رو و در اینجا x y z و در اینجا باید به صورت دو بعدی اینو فعال کنیم و در اینجا عیار مورد نظر و اینو ببینیم. اینجا میبینی که آقایون طلا هست x y z و اندازه بلوچ ها در راستای x y و z و سایر گزینه ها. اینو وارد میکنم اینجا. این جرده ها ماده معدنی، اینها باطل هست افتاده اینجا. و ایکس جگری رو فعال کنیم. برای طراحی پیت باید چف پله یا همون چف مدل بلوچ رو در نظر بگیریم. ایکس ایگرگ و در اینجا میتونید چف پله را به دست بیایید یا در اینجا به صورت سه بعدی و بلوچ مدل 1400 x y z اپلای میکنیم. از 2100 حدوداً تا چف پله را باید 2100 در نظر بگیریم. این میبندیم و در اینجا و مشخصات پیتو اینجا باید یه نامی بهش بدیم. البته اینجا اگر مثلا دو بدیم اوکی بزنیم خطا میده. باید اینو راست شلیک نیو یا F5 و در اینجا پیت 201 اینجا ارتفاع پله هست، شیب پله 70 و عرض پله هست. اینجا باید با شکل توضیح بدم اینا رو. اینجا میبینی که عرض پله هست،
از اینجا تا اینجا ارتفاع پله، این همون شیب پله هست. اینجا پای پله یا تو اینجا کرست یا لبه پله، به اینها هم کاواچ و از اینجا تا اینجا هم شیب کلی معدن. شکل شماتیک نیمروه کاواچ یا پیت معدن. پیت 201 اسمشو میذاریم. برای طراحی پیت از بالا به پایین است. آب رو میزنیم اینجا و به صورت بیرون هست. آتو اینجا تیچ اینو فعال میکنیم و برای ایجاد دامپ باطله که در آینده اون آموزش خواهیم داد، داون و این استفاده میکنیم. و در اینجا چند بود؟ 2050 مثلا به صورت پلن انتخاب میکنیم در 2 بعدی. برای شروع باید یه استرینگ بکشیم. نیو استرینگ، دقت داشته باشید نیو استرینگ روی پیت 201 بیفته. و کلوز استرینگ و اسموچ استرینگ. باید راه و اینجا 11 کدومش بود؟ اینو مثلا این رود و ادیت کنیم که عرض راه 12 شیب راه 8 بر حسب درصد باشه، درجه نه درصد. و اینو باید ادامه بدیم. این آبی که میبینی راهه. برای این که وقت تلف نشه من اینو ادامه میدم و تا جایی که اینجا یه پوش بچ یا سویچ بچ ایجاد کنیم. اینجا برای ایجاد سویچ بچ روی استرینگ مورد نظر کلیک میکنیم و در اینجا رود سویچ بچ و میبینیم به صورت داخل شعاع منحنی و 2 برابر عرض راه باشه بهتره و تعداد نقاط در بیرون از دایره، تعداد نقاط روی دایره اینو انتخاب میکنیم. اینجا اجری روی این 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا نقطه و 2 تا نقطه چه مشخصه این سویچ بچ. و دقت داشته باشین که موقع ادامه گسترش این استرینگ ها به هم نخوره. اینجا ببینید باید اینو اصلاح کنیم. اینجا میبینید باید این روی یا 2 تا گزینه هست برای حذف نقطه، راست کلیک دیلیت پوینت یا
کنترل نگه دارید روی کیبورد و تکمیلش کنید. ادامه تا اینجا یه پوش بش اینجا هم ایجاد کنیم به طرف بلوچ باشه. سویچ بچ همون البته برشش داده شد و در اینجا باید اینو حذف کنیم. و توپو رو هم بیاریم ببینیم آیا چقدر مونده واسه توپو نهایی DTM و توپو توپا رو غیر فعال کنیم و ادامه بدیم. برای اینکه به وقتمون تلف نشه من اینو ادامه میدم. زمان رو کنترل کنیم. تا جایی گسترش بدیم که از کلان توپو بیاد بیرون. یک قسمتش اومده بیرون. گسترش بدیم که کل پید بیاد بیرون. تا جایی ادامه بدیم که از پید بیاد بیرون. توپو البته یکم نمیدونم. بله کامل گسترش دادیم. بعدش اینو غیر فعال و اینو یک ذخیره کنیم و 201 بله بریم روی سه‌بعدی و اینجا وای فریم توپو رو به صورت نقطه است. اینو توپ اولی هست. اینجا وای فریم اولین و در اینجا توپ اولیه DTM توپو و در اینجا پیتی که ساختیم پید 201 و در اینجا در پید نهایی 201 به شکل برنج این
این توپ اولیه من آ هست، این پیتی که ساخته ایم همون ب، در نتیجه پیت نهایی. اینجا پیتی که ساخته ایم به صورت به اینجا نشون داد. بله تمام شد. اینو و در اینجا پیت توپای پیت 201 البته پیت نهایی، البته اینجا در پیت نهایی 201 ذخیره کردیم. رنج هم عوض کنیم به صورت و در اینجا دریل ها رو جمان ها رو پوره کنیم. اینجا این هم جمان هاست. این هم جمان هاست. امیدوارم این آموزش مفید بوده باشه واسه شما. این آموزش هم به اتمام میرسه. ما شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.